سلام برای بچه گنگ چنل محمد پی اس. امروز اومدیم با پک اوپنینگ باکس پوتو و باکس اپیک. بریم برای اول بریم پوتو. میبینی که چه کارتای نوبی اومده از پوتو بیرون. حتی این کیلن امباپه ورژن رئال. میبینین استایل پلیرش گل پوچره. بعد میبینین آمار خداست. بعد میبینین اسکیلاشن و یه بازیکن دیگه که بازیکن خوبی از سوبوزلای، بازیکن تیم لیورپول، سبک بازیش هول پلیره، آمار اینم خوبه به نسبتاً. و بعدیش کارت آلفونسو دیویس و ژسوس، دیبالا و سورلوت. بریم برای باز کردن پک. یک میزنیم به امید دادن امباپه. امیدوارم که امباپه رو بگیریم ازش. بیمون امباپه رو بده. امباپه وای نه، یه بازیکن گند داد از تیم ناتینگهام فارست. پوچسن دفاع وسط. البته این اکان اصلیمون نیست. بریم برای باز کردن پک. اینجا ما از این باکس 3 تا شانس رایگان داریم. من از این باکس بلتی، ویلا و اسنایدر رو میخوام فقط. اون دوتای دیگه چرتن. توی این پک سرجن 250 تا بازیکن داره اپیک و بعضی از بازیکناش هایلایتن و مابقی اپیک 5 تا اپیک داره. ببینیم چند تا هایلایت داره. اگه نشون بده. بریم برای باز کردن پک. 2 3. امیدوارم یه بازیکن خوب بده. نه، بازیکن 1 ستاره داد به ماجی. وای چقدر سیاهیم اینجا. دیگه همینجوری میخوام بزنم. فکر کنم هایلایت داد. بله هایلایت داد. کوردوسو داد. بازیکن وست همه فکر کنم. این همینجوری میزنیم. نه دیگه این خبری از هایلایت و اینا نیست. یک بازیکن چرت داد. سوجاریت داد. 1 ستاره است. واقعا دیگه از کنامی ناامید شدم. این واقعا اکان اصلی ما نیست. این و این شکارهای امروز ما بود از پک. همین دفعه بود. تا ویدیوی بعدی امیدوارم که حالتون خوب باشه. برای بچه گنگ چنل محمد پی اس. خدا نگهدار.